سلام بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. عبدالله اشرف هستم. امروز دوشنبه 14 ایون. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. رسانه‌ها در تاجیکستان از خروج کرونا ویروس میگویند. وزارت تندرستی میگوید بیستری شده ها بیماری کووید 19 نیستند. با نشانه‌های مثلا همین باز حرارت بلندی یعنی که نقص شش کرونا ویروس نه نقص شش مراجعت کرده ایستادند. در حقیقت بعضا در بیمارخانه بیستری هستند. مهلت امتیاز تمام می شود. مهاجران کاری تاجیک برای دریافت پتنت در روسیه شبانه روزی نوبت می پایند. با گذشت 40 سال از مرگ احمد ظاهر شهرت او در تاجیکستان کم نشد و از او به نیکی یاد می کنند. من یک دلداده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند الکی رفته بودم، من بیرون از او دیگر دنیا نداشتم. در تاجیکستان تحقیق قتل بیرحمانه یک خانواده ادامه دارد که مردم ناحیه جیهون در ولایت ختلان را وحشت زده کرد. مقامات تاکنون سبب‌های قتل 5 عضو خانواده محمدوفا از دهه ترقاق را شرح ندادند. در میان 5 قربانی که نامشان به رادیوی آزادی معلوم شد، سعادت 13 ساله و سلامتی 14 ساله نیز هستند. 5 عضو عائله را صبح 12 ایون افراد نامعلوم یا معتبر یا دوست زده کشتند. یک عضو خانواده با جراحت‌های وزنین در بیمارستان است. در تاجیکستان چنین حادثه ها احیانا رخ می‌دهد. موضوع کرونا ویروس در تاجیکستان از نو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ می‌شود. رسانه‌ها و پزشکان از بازگشت بیماری میگویند و فعالان چاره‌های بیشتر احتیاطی را توصیه می‌دهند. ولی وزارت تندرستی کشور به خبرنگار رادیو آزادی دلیل‌های خود را پیش آورده اطلاع رسانه‌ها را قبول ندارد. شرح وزارت در گزارش همکاران ما مولا رجب یوسفی و امرالدین علیموف. این نتیجه تشخیص یک ساکن دوشنبه می باشد که گرفتاری او را به بیماری کووید 19 تصدیق می کند. تشخیص روز 3 می امسال در یک تشخیصگاه خصوصی گرفته شده است. بجز این مدیر یک مرکز سلامتی در دوشنبه هم گفت 10 حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار کردند، اما به این دلیل ها نگاه نکرده وزارت تندرستی ثبت شدن حالت های نوی سرایت به کرونا ویروس را رد می کند. بیماری کرونا ویروس بودن یا نبودن را این را تنها تحلیل های لابراتوری معین میکند. خوشبختانه اون اطلاعی که تا امروز از جانب تحلیلگاه های خصوصی و دولتی که به وزارت تندرستی اطلاع میدهند، یگان حالت تصدیق شده بیماری کرونا ویروس به وزارت تندرستی وارد نگردیده است. خبرگزاری ازیا پلوس هم روز 12 ایون به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایون تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شده است. رسانه می نویسد در آزمایشگاه‌های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی سخنگوی وزارت تندرستی تاکید می کند که این گونه اشخاص تنها گمانبران کووید 19 هستند و تشخیص‌های آنها نتیجه منفی نشان داده است. وقتی که مثلا یک نفر گرفتار بیماری کرونا ویروس می شود، مدت دراز لازم است که یعنی شش همان کس برقرار شود. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آبهای خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوضهای شناوری زیاد بود، یا اینکه یخماس‌های خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند، متاسفانه مشکل در همین ها هست. یعنی همین ها بیشتر مراجعت کرده ایستادند با نشانه‌های مثلا همین باز حرارت بلندی یعنی که نقص شش کرونا ویروس نه نقص شش، لیکن نتیجه تشخیص تستی آنها نشان می‌دهد که آنها گرفتار بیماری کرونا ویروس نیستند. در وزارت تندرستی گفتند حالت‌های گرفتاری به التهاب شش را ثبت کردند که بیشتر در میان کودکان بوده است، اما به قبل آنها این یک حالت معمولی است. اظهار نظری که برخی‌ها به درستی آن شبهه دارند. تاجیکستان بهار سال 2020 به خاطر پیوسته رد کردن وجود کرونا ویروس در کشور مورد انتقاد بود و نهایت 30 اپریل آن سال درباره وجود کرونا ویروس خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، ولی با این وجود شبهه در کامل و پره بودن آمار رفع نشده است. مولا رجب یوسفی، امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
فردا 15 ایون مهلت اقامت با امتیاز مهاجران کاری در روسیه به پایان میرسد. پس از این روز مهاجران کاری باید سندهای اقامتشان را درست کنند و برای کار پتنت بگیرند. به سبب پاندمی کرونا ویروس مهاجران حق داشتند بدون عبور سرحد در دوام 90 روز مهلت اقامت خود را تمدید کنند. با نزدیکتر آمدن مهلت در نزد مرکزهای مهاجرت خصوصا شهرهای مسکو و سنت پتربورگ نوبت طولانی مهاجران به نظر می رسد. پس از 15 ایون پلیس روسیه حق دارد مهاجرانی را که سندهای اقامتشان قانونی نیست اخراج کند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند در وضعیتی به عمل آمده خودی مهاجران و هم مقامات گناهکارند. Но, честно говоря, так, мигрантам надо было заранее побеспокоиться. مهاجران باید پیشتر از پی درست کردن سندهایشان میشدند. تا میانه‌های ماه می حتی تا 25 نزد مرکز مهاجرتی صخره و پوتیلکا تقریبا خالی بود. مهاجران خیلی دیر در فکر قانونی کردن حجت‌هایشان شدند. در کار مقامات هم کمبودی هست، چون به جای باز کردن روزنه‌های بیشتر برای قبول مهاجران برعکس شماری از آنها را بستند. وزارت کارهای داخلی روسیه ماه اپریل گفته بود که در این کشور 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی کار و زندگی می کنند و اگر نخواهند اخراج شوند باید هر چه زودتر حضور خود را قانونی کنند. در اسرائیل دوره حکمرانی بنیامین نتانیاهو به پایان رسید. او 12 سال در مقام سروزیر این کشور کار کرد. نتانیاهو بعد انتخابات 23 مارس نتوانست حکومت نو را تشکیل کند. او هنگام برآمدش در کنست یا پارلمان اسرائیل جایگزین احتمالی خود نفتالی بنت را تنقید کرده وعده داد که به زودی باز می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای گلخواجه. پارلمان اسرائیل روز یکشنبه به هیئت حکومت نو که سیاستمدار راستگرا نفتالی بنت و چپگرا یایر لپید پیشنهاد شده بود آواز دادند. سروزیر بنیامین نتانیاهو که 12 سال سر قدرت بود 23 مارس پس از انتخابات چهارم غیر نوبتی در 2 سال نتوانست دیوان وزیران را تشکیل کند. نتانیاهو از منبر پارلمان از همه ساکنانی که به طرفداری حزب لیکود او آواز دادند اظهار منتداری نمود. او وعده داد که کار در زمینه تأمین موجودیت دولت اسرائیل، امنیت و شکوفایی آن را ادامه می‌دهد. وی نفتالی بنت را برای مقام رهبری حکومت یک چهره نامناسب و شخص نامید که در امور بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران موقع ندارد. سروزیر اسرائیل باید به پرزیدنت ایالات متحده آید به مسئله هایی که به موجودیت ما تهدید میکنند نگفته تواند. وی به آنهایی که حالا در تهران خوشحالی میکنند اینچنین به حزب الله و حماس هشدار داد که ما به زودی برمیگردیم. به رقیبان سیاسی داخلی نیز گفت که نباید آرام باشند. من شما را به مبارزه با این حکومت ضررآور و خطرناک چپگرا برای سرنگون کردن آن روانه میکنم. با یاری خدا این زودتر از آن رخ خواهد داد که شما فکر میکنید. طرفداران نتانیاهو با شعارزنی به سخنرانی نفتالی بنت خلل می‌رساندند. بنت نخست وزیر پیشین را برای دستاوردهایش و پرزیدنت آمریکا جو بایدن را به خاطر دستگیری به هنگام عملیات در غزه تشکر گفته همزمان عاید سمت آینده کارش حرف زد. وکیلان جانبدار نتانیاهو بدخشمانه، شرمندگی و دروغگو گویان فریاد می‌زدند. بعضی از آنها را محافظان پارلمان از تالار مجلسگاه بیرون نمودند. برمیگردیم به تاجیکستان. پرورش زنبور عسل برای برخی از شغل علاوگی و یا هابی است، اما سفرخان بابایف ساکنی 25 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید در صورت از صدق دل مشغول شدن به زنبور پروری میتوان خرج خود و اهل عائله را از این پیشه به دست آورد. همکارم محمود جان رحمتزاده از روزگار این زنبور پرور جوان از ناحیه شمس‌الدین شاهین شور و آبادی پیشین قصه میکند. سفرخان پیش زنبورها به نقاب یا لباس حمایتی می رود. آنها گیردش می گردند ولی او را نیش نمی زنند. می گویند سفرخان زبان آنها را می داند. 7-8 سالگی در کورکگیم قطعی رحمتی اتم کورکگیم سفید کار میکرد مقصدی کسبه در دورش خیلی وقتی قطعی او کار میکنم این حواس بد مده. سفرخان می گوید زنبورها دنیای خود را دارند و کارهای عجیبی می کنند.
وقتی که پدر او درگذشت آنها گویا قهر کردند و رفتند. با همین یک مدت پرورش زنبورها را بس کرد. اما سال 2019 درک کرد که به آنها عادت کرده است. از 3 اویله زنبور در 3 سال جمع آنها را به 67 اویله رسانید. او میگوید پرورش زنبور برایش زحمتی کم اما درآمدی خوب دارد. قشر و عیدش ببروی 1 تن عسل میته 600 کیلو عسل پر نه از 35 اویله زنبور گرفتم. حالا سفرخان از فروش عسل نه تنها روزی خانواده‌اش را به دست می‌آورد بلکه خرج تحصیل 2 برادرش را می‌دهد. او 25 ساله است و افسوس می‌خورد که جوانان به این کسب خوب کم روی می‌آورند. فکر می‌کنم که این کاری نیست. مقصد ایدم بی پاشا برای جواب بیوجا یک میگازم مقصد یک عسل بهاری هم آماده می شود. اکنون سفرخان زنبورهایش را به منطقه سلقین‌تر و سبزتر می‌کشاند تا عسل بیشتر گیرد. در دوام سال او زنبورهایش را به 3 منطقه می‌برد. هم سیر می‌کند و هم فایده به دست می‌آورد. او میگوید ناحیه شمس‌الدین شاهین برای زنبور پروری منطقه‌های خوبی دارد. این ناحیه با افغانستان هم مرز است. هر سال 10 زنبور پرور زنبورهای خود را اینجا می‌آورند. سفرخان میگوید که در 15 سال کارش 10 همسالش را تشویق کرد که این کسب را گیرند ولی شوق آنها را ندید. او میگوید زنبور به او خانه و در و حتی اتومبیل هم داد ولی به آن کم آدمان باور میکنند. حالا 1 کیلو عسل تازه در بازار از 90 تا 120 سومان است. اما سال گذشته سفرخان با بایف 1 کیلو عسل خود را از خانه‌اش به 50 سومانی فروخت و از همین هم شاد است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. در تاجیکستان یاد احمد ظاهر آوازخوان معروف افغان را گرامی داشتند که امروز 14 ایون از مرگ او 40 سال سپری شد. با وجود گذشت سالها شهرت احمد ظاهر در تاجیکستان هیچ کم نمی شود و همانا سرود و ترانه‌هایش در محفل‌ها صدا می دهد و بازخوانی می شود. ادامه موضوع در گزارش امرالدین علیموف. از ایجادیات احمد ظاهر می سرایند و در باره او الوداع ظاهر کجای بلبل تسکین دلها سراغم را بگیر ترسمان 75 سال پیش 14 ایون احمد ظاهر به دنیا آمد و 42 سال پیش در همین روز وفات کرد. عشق آهنگ‌های او اینجا بودگان را آوازخوان کرده است. احمد ظاهر در تاجیکستان هنگامه شده بود الکی. من از اون هر چیز رو که میشنیدم میخواستم که مثل او باشم و ترانه‌هاش رو آهسته آهسته در عروسی‌ها میخواندم، در بزم‌ها میخواندم. من یک دلداده این هنرمند شده بودم. من عاشق شده بودم. من در دنیای این هنرمند الکی رفته بودم. من بیرون از او دیگر دنیا نداشتم. سالهای 70 و 80 عصر گذشته احمد ظاهر از محبوبترین آوازخوان‌ها در تاجیکستان بود. سر هر کوچه و خیابان و داخل هر اتومبیل و طربخانه صدای او به گوش می رسید. تا امروز درباره حیات و ایجادیات این هنرمند مقاله ها نشر می شود و کتاب ها به طبع می رسد. نسل امروزه، جوانای امروزه سیر موفقیت احمد ظاهر را در همین کتاب پیدا کردند که چگونه یک جوان 33 ساله توانست تا 100 سال آخر نه از یادها زدوده می شود، هم سروداش هم خودش. بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید و گزارش های ویدیو در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر بعدی، خداحافظ.